تضمین میکنم بدون دریافت 1 ریال حقوق و مزایا مشکلات را سامان بخشید. جناب آقای دکتر پزشکیان، در صورتی که واقعا دغدغه تأمین آب حیاتی ترین نیاز مردم را دارید و اگر در دولت وفاقتان جایی برای نخبگان سفارش نشده از سوی افراد خاص وجود دارد، من به همراه تیم کارشناسان جوان خبره صنعت آب پس از تحقیقات شبانه روزی طرحی اجرایی را برنامه ریزی نموده ایم که طی 6 ماه آینده در سال آبی جدید تمام ناترازی تولید و مصرف آب کلان شهر تهران را پایان دهد. تضمین می‌کنم با راهبری تخصصی شرکت آب و فاضلاب استان تهران بدون دریافت 1 ریال حقوق و مزایا و به دور از بریز و به پاشهای نجومی حاصل از پرداخت قبوز گران مشترکین تحت نظارت هر ارگان و سازمان بازرسی و امنیتی مشکلات را سامان بخشید. بدانید نامدیرعامل فعلی علیرغم درخواست‌های مکرر حتی وقتی اندک صرف شنیدن تنها راهکار ابداعی ما نکرده است. آگاه باشید وضع موجود حاصل ابقاء مسئولی نیست که باید 12 سال پیش بازنشست می‌شدند و ماندنشان به جز تضییع بیشتر بیت المال و خوشنودی دشمن عایدی نخواهد داشت. مافیای آب همینجاست.